مادر در کجا بودید؟ پدرم در کجاست؟ اینجا چی گپ است؟ برای چی به من کسی چیزی نمیگوید؟ کدامش رو به تو فهمونم چیچک؟ تو گردت رو داده نمیتوانی زیرا خورد هستی. گرده ای ما باشد موافقت نمیکند در درون اکد مرده ایستاده است. فهمیدی؟ دخترم بخشش عقلم از سرم پریده است. ببخش. مگر تو دیوانه شدی؟ خودت رو به دست گیر. چیچک چیچک نبره جانم ایستو. سوزان با من نرس. شرم نمیکنی ها؟ گوش کن. باری آخر تاکید میکنم که در نزدی آیلم تو رو نبینم. مرا فهمیدی دروغگویی نابکار. رب در نزد نیلگون نیست. سوزان دخترم چشم دیدن ندارم. خانوم اینجا بیمارخانه است. التماس خاموش باشید. خوب شده است ما رو ببخشید. سوزن جان این طرف بیا. کمی آروم شو. با تو چی شد؟ بیا کمی صحبت کنیم. با تو چی شد؟ این چی احوال است؟ کمال در ادنه یک عائله دیگر داشته است. چی؟ از او هم 2 فرزند. باور نمی کنم. سببی به ادنه رفته آمدنش هم همین بوده است. دیروز در ادنه بودم. با کمال به ادنه رفتم. به نزد زنی دویومی کمال رفتم. برای گرده به مرد از آنها خواهش و تولا کردم. تو چی ها میگوی سوزن؟ کمال برای چی این طور کرد فیلیس؟ سوزن خودت رو به دست گیر. مرا نترسون. 23 سال 23 سالم را بخشیدم. او را چنان دوست داشتم که کسی را دوست نداشته بودم. وقتی که به من تکلیف عائله داری کرد من 22 ساله بودم. 22 ساله لحظه فکر نکرده راضی شدم. تمامی حیاتم را بخشیدم. حیاتم را عوض کردم. 2 فرزند تولد کردم. آیا به این سزاوار بودم؟ ایستا از اولش به من فهمون. میتوانی از اولش نقل کنی؟ چرا نقل کنم فیلیس؟ چی طور به تو همش را فهمونم؟ زنی دویومش را نقل کنم یا پسری حرامیش را؟ قادر تو رو آرا داده است. دست جیانی من وزین است. برای همین. شما برای چی آمدید؟ حسرت در کجاست؟ خدا را شکر کن که من آمدم. خیر کنی نقل کن. چی درد داری؟ با شما من یگان گپ ندارم. با حسرت باید صحبت کنم. گپای بیهوده را نگو. حسرت با من همش را فهموند. آدم بری نقل کن. چی میخوایی؟ پول میخوایی؟ دیگر چی هم شد؟ با دست رویم یک نگرید؟ دیگر چی شد؟ بعد این قدر کارها دومم رو خوده کرده نمیگریزم. یا کمال پیکچی پولی خواستم رو میدهد یا من با روزنامه‌نگاران هم صحبت شده همه‌اش رو نقل میکنم. در خاطر گیرید. وضعیت ناگوار است. باز ناگوارتر کردن میخوایی؟ بس کنید من با وضعیت چیکار دارم؟ حاضر من به تو میفهمانم. من میخوام به تو کمک کنم. کمال پیکچی را از چرک ناخونم هم بدتر میبینم. تو آن پول رو تا آخرین تنگش میگیری. خواطر نشه. تنها با گفته‌های من اطاعت میکنی. فهمیدی؟ آن تخمی گنجشک بر این مینه پوچ سرت را با کارهای مهم بند نکن. همین خیلی حل میکنیم. میشود؟ ببین مرا روی راست تهدید کرد. میفهمی؟ یا خواهشی مرا میکنی یا اینکه فرزندت میمیرد. گفت. من یک کلمه هم گفتن نتوانستم. به حیرت افتادم و برای فرزندم یگان کار کردن نتوانستم. سرم گرم شد. باوریم نمی آید سوزان. این یک تئاتر است. چی نمو تئاتر است میدانی؟
چی نمو تئاتری هست که همه چیز بر وقت به نقشه گرفته شده است. سالها اینقدر کینه و غرض، اینقدر نفرت جمع کردند که چیکار کنم نمیدانم. چیکار کنم هم نارسا است. میخواهند که پایمال شوم، حتی تبالا کنم هم. آن زن میدانی که ای خدا پر از غرور است. آیله دار شده نمیتوانسته است، به این تهدید هم سرخم نمیکرده است. تهدید کردن را پسری خودت آغاز کرد. برای چی گپ نمیزنی؟ چون که نیتشان ما را غارت کردن است. تهدیدشان هم همین است. ها، غرور 23 سال است که زنی دویم میباشی. برای چی غرور میکنی؟ اگر غرور داشته باشه چی طرف در آن محله زندگی کردی؟ مرد در چنین احوال است و حادثه های به سرت آمده رو ببین. به خدا که پرطاقت هستی. اگر من می بودم تو این وقت یا خودم را می کشتم یا یگون کسی دیگر را. برای خاطر فرزندم خلاصی هست شود و پا برخیزد. البته که وقتی حساب و کتاب من هم می آید. اما برای چی من با شما باور کنم؟ آخر شما هم از آدمان آنهایید. اوی حیوانی کم عقل، اگر من از آنها می بودم در ادنه در خانه خرابه زندگی میکردم. در این جهان کسی مثل من به کمال پیکچی نفرت ندارد. فهمیدی؟ چیزی که او را غمگین سازد مرا خرسند میکند. در نزد عذابایی که به ما داد این 1 میلیون چیست؟ او را استفاده بر. اصلا 1 میلیون برای او قدری ندارد. نه خواطر نشود، حقتون رو میگیرید. البته، ولی چه خیلی که گفتم خود سرانه حرکت نمی کنی. از من خبر را انتظار شو. فهمیدی؟ من آن پول را برای تو تا آخرین تنگش می استانم. اگر نیلگون مانع نشود تمامی پول آن احمق را می استانم. برای همین دست و پایم بسته است. فهمیدی؟ ای راضی هستی؟ گپ نیست، راضیم. گوش کن، حسرت از این صحبت ما نباید خبردار شود. بیهوده سری مرا به بلا گرفتار نکن. مالش. خیر، خدا شفا دهد.